قبل از اینکه بریم سراغ نصب پایتون، یه نکته مهم رو باید بدونیم. نرم افزارها نسخه‌های مختلفی دارن که بهش میگیم ورژن بندی. وقتی نرم افزاری مثل پایتون منتشر میشه، تیم سازنده به مرور زمان اون رو بهبود میده و مشکلاتش رو حل میکنه. هر بار که این اتفاق میفته، یه نسخه جدید از اون نرم افزار منتشر میشه. حالا چرا ورژن بندی مهمه؟ نسخه‌های جدید ممکنه قابلیت‌های جدید داشته باشن یا مشکلات نسخه‌های قبلی رو برطرف کنن. مثلا ممکنه یه کدی که توی نسخه قدیمی کار می‌کرده، توی نسخه جدید بهتر و سریع‌تر بشه. نسخه‌های جدید مثل آپدیت‌های گوشی هوشمنده. مثلا وقتی گوشیتون رو آپدیت می‌کنین، ممکنه امنیتش بیشتر بشه یا یه قابلیت جذاب مثل عکاسی حرفه‌ای بهش اضافه بشه. بعضی وقتا برنامه‌ها یا کتابخونه‌ها فقط با نسخه‌های خاصی از پایتون سازگار هستن. مثلا یک کتابخونه ممکنه فقط با پایتون 2 کار کنه و با پایتون 3 کار نکنه، یا برعکس با پایتون 3 کار کنه اما با پایتون 2 کار نکنه. فکر کنید یه شارژر جدید واسه گوشیتون می‌خرید. اگه این شارژر برای مدل جدید طراحی شده باشه، ممکنه با گوشی قدیمی شما کار نکنه. نرم افزارها هم همینطورین. بعضی کتابخونه‌ها فقط با نسخه‌های خاصی از پایتون کار میکنن. حالا چطور ورژن ها رو میشناسیم؟ ورژن هر نرم افزار معمولاً با 3 عدد مشخص میشه. عدد اول یا میجر ورژن که اصطلاحاً بهش ماژور هم گفته میشه، شامل تغییرات بزرگه و ساختار برنامه کلاً تغییر میکنه. مثلا پایتون 2 با پایتون 3 خیلی فرق داره. عدد دوم یا ماینر ورژن یا اصطلاحاً مینور که قابلیت‌های جدید بدون تغییرات خیلی بزرگ به نرم افزار اضافه میکنه و برعکس قبلی تغییری توی ساختار و اسکلت اصلی برنامه ایجاد نمیشه. عدد سوم یا پچ ورژن که واسه رفع باگ‌ها و مشکلات کوچیک استفاده میشه. وقتی میگیم پایتون 2 یعنی اون نسخه‌های از پایتون که عدد اولشون یا همون میجر ورژنشون 2، یعنی عدد دوم و سوم هر عددی که باشه بازم پایتون 2 محسوب میشه، چون ساختار کلی همشون یکیه. و توی نسخه فعلی پایتون که پایتون 3 هست، همین روال برقراره. ورژن ها مثل شماره پلاک ماشین هستن. هر پلاک 3 بخش کلی داره که نشون میده ماشین متعلق به چه استانیه، چه شهریه و چه شماره‌ای داره. مثلا توی این پلاک عدد 11 نشون میده که ماشین مال استان تهرانه. حرف ب نشون دهنده خود شهر تهرانه و بقیه عددها هم برای متمایز کردن خودروهای توی این منطقه است. ورژن نرم افزارها هم همینطوریه. هر بخش از عدد ورژن یه اطلاعات خاصی درباره اون نرم افزار به ما میده. خب یه مثال بزنیم که نحوه تغییرات ورژن بندی رو بهتر متوجه بشیم. فرض کنید که ورژن فعلی نرم افزار ما ورژن 2.6.3 باشه. خب حالا اگه که دیدین نسخه جدیدی که واسه نرم افزار اومد ورژن 2.6.4 شده، پس تغییرات در حد پچه و یک باگ یا یک مشکل جزئی حل شده یا بهبود پیدا کرده. اگه ورژن جدید از 2.6.3 تبدیل به 2.7.0 شد، یعنی تغییرات مینور داشتیم و قابلیت‌های جدیدی که قبلا توی برنامه وجود نداشته بهش اضافه شده، یا برنامه از لحاظ بهبود عملکرد خیلی پیشرفت داشته اما ساختار قبلی برنامه حفظ شده و مثلا اگه یه دستوری توی ورژن 2.6.3 اجرا می شده، الان توی نسخه جدید هم به درستی و مثل قبل کار میکنه. و در حالت سوم اگه ورژن جدید از 2.6.3 تبدیل به 3.0.0 شد، یعنی ورژن ماژور تغییر پیدا کرده و کلاً ساختار برنامه تغییر پیدا کرده و دستوراتی هم که توی ورژن قبل بود بعضیاش ممکنه توی ورژن جدید دیگه قابل استفاده نباشه یا اینکه تغییراتی روشون اعمال شده و همین که یک سری دستورات و امکانات جدید هم اضافه میشه که قبلا وجود نداشته. خب این واسه تعریف ورژن بندی. حالا ممکنه که شما پایتون رو روی سیستمتون نصب نکرده باشین ولی روی سیستم شما نصب باشه، یعنی وقتی چک میکنین میبینین که پایتون روی سیستمتون نصبه. چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ ممکنه به صورت پیش‌فرض توسط سیستم عامل نصب شده باشه. فکر کنید یه لپتاپ جدید می‌خرید. معمولاً روی لپتاپ یه سری نرم افزار مثل مرورگر یا پخش کننده موزیک از قبل نصب شده. پایتون هم ممکنه روی سیستم عامل‌هایی مثل لینوکس یا مک همین حالت رو داشته باشه. حالت دیگه اینه که ممکنه توسط نرم افزارهای دیگه نصب شده باشه. تا حالا شده نرم افزاری نصب کنید و ببینید یه سری ابزار دیگه هم باهاش نصب شده؟
مثلا وقتی یه بازی کامپیوتری رو نصب می‌کنید، خودش یه نرم افزار برای اجراش نصب می‌کنه. پایتون هم ممکنه اینجوری روی سیستم شما نصب شده باشه. در حقیقت بعضی از نرم افزارهایی که روی کامپیوتر یا لپتاپتون نصب کردین برای اجرا شدن به پایتون نیاز دارن و اونا خودشون پایتون رو هم نصب میکنن. حتی ممکنه که چند نسخه مختلف از پایتون روی سیستم شما نصب باشه. فرض کنید توی خونتون چند مدل تلویزیون داشته باشید. یکی قدیمی تره که هنوز استفاده میشه و یکی جدیدتره که تازه خریدید. هر کدوم برای یک کاربرد خاص استفاده میشن. توی سیستم هم ممکنه چند نسخه از پایتون نصب باشه و هر کدوم برای یک کار خاص استفاده بشن. مثلا یه نسخه برای ابزارهای سیستم عامل، یه نسخه که خودتون نصب کردین و باهاش کار میکنین، یه نسخه خاص هم که پیش نیاز یه برنامه دیگه است و اون برنامه واسه اجرا شدن بهش نیاز داره. هر نسخه ممکنه توی یه محل جداگونه ذخیره شده باشه و سیستم شما باید بدون کدوم رو استفاده کنه. البته این حالت که چند نسخه مختلف از پایتون رو نصب داشته باشین صرفاً جهت اطلاعات عمومی بهش اشاره کردم و ما به این زودی‌ها قرار نیست که با همچین مواردی روبرو بشیم، پس نگرانش نباشین. خب حالا چطور بفهمیم کدوم نسخه از پایتون نصب شده؟ از ویدیوی قبل خاطرتون هست که با دستور پایتون - ورژن نصب بودن پایتون رو بررسی کردیم و اگه نصب باشه توی پاسخ این دستور ورژن پایتون رو به ما میده. مثلا توی این عکس پایتون نسخه 3.12.3 روی سیستم نصبه. یکم قبلتر گفتم که ممکنه چند نسخه روی سیستم شما نصب باشه. توی این حالت شما میتونید با دستورات خاصی بگید کدوم نسخه اجرا بشه. مثلا وقتی که توی تلویزیون انتخاب میکنید که کدوم کانال رو ببینید، توی سیستم هم میتونید انتخاب کنید که از کدوم نسخه پایتون استفاده کنید. اما نگران نباشید، برای شروع همین که یه نسخه کار کنه کافیه و شما نیازی بهش ندارید، فقط بدونید که میشه همچین کاری کرد. یک سری از معروفترین برنامه هایی که همراه خودشون پایتون رو نصب میکنن یا واسه اجرا نیاز به نصب بودن پایتون روی سیستمتون دارن شامل نرم افزارهای با کاربرد عمومی، نرم افزارهای تخصصی برای توسعه دهندگان و نرم افزارهای مهندسی، ابزارهای مختص کار با هوش مصنوعی و داده ها، ابزارهای مربوط به شبکه، هک و امنیت و در نهایت بازی‌های رایانه‌ای مختلف میشن. خب توی این درس یاد گرفتیم که نرم افزارها نسخه بندی دارن و هر نسخه میتونه قابلیت‌های جدید یا رفع مشکلاتی داشته باشه. همچنین فهمیدیم چرا ممکنه پایتون روی سیستم شما نصب باشه حتی اگه خودتون نصبش نکرده باشین. توی ویدیوهای بعدی قرار مواردی که توی این دوتا ویدیو یاد گرفتیم رو به صورت عملی تمرین کنیم. اگه سوالی داشتین هم میتونین توی کامنت ها بپرسین، هم میتونین از طریق آیدی زیر توی اینستاگرام یا تلگرام با هم در ارتباط باشین.